حالا استای کلی به همون ماشین نشد پیش ماشین بگیریم یکم تو مایله بیا توتی کو دیما مایله توتی کو اینی راست میخواد راست زنه بچه ما این حال ساز میکنم ای تو پلنگ ببین فراد بابی چرا فراد من خط فرا کردشم چرا فرا کردشم یه باشه او گرمش روز شید آفتاب برآمد هوا گرمش تو کی اسب لنگر کنی میبری چی؟ آخی اسب ببر در درون اجریقا لنگر که اسب بچره سر شوا نمیبرم چون نمیبردی؟ این حال اسب میبرم لنگر میکنم با بگم میگی که برو اسب بیار بیوجه بشه اصلا سلام علیکم و علیکم هر سر من درس میرم اوسو میگردم میام ساعت همین ساعت شما در همین باغ استراحتی شتگین آخه ما استراحت بکنیم درسو چه؟ نه میشه میشه که خدم خداکم تو قچق کده شتا برای چی که در خونه تو نمیشینی؟ مرا قطع خونگیاتون شناس نمیکنی؟ آخه اصل جون هر سهر پدرم کار میروه مادرم کار میروه زنم صدیق میروه بعد دیگه خودم توقع میمونم میام باقی استراحتی میشینم تو زن داری ها؟ 2 سال شید شناس شدن من تو نگفتی که زن داری ها؟ مرا استی میچکره؟ من رفتم مرا دیگه زنگ نزن فهمیدی؟ من فهمیدم که آخر کار هم خیلی میشوه یه میشه دیگه زپاس خریدم گیر شوهر جان چای گیر چون بکنی همین چای خولی را همین چای خولی را چون بکنی کارد در شیر او خودم بگو تیز بیارم دختر جان ای دختر جان اومدم بیا او خودت بیار هر روز شما همین وقت ساعت دیر میکنی شما خود همین اتاش بس ایمان رو میستم جو این انگور آوردم اتا انگور ای باشه ایمان همین جایه چی خیلی گود که همین کی کارم میره فرمان با دردو تلیر کردم دو بالا بگذار نه شما بولو نمیره بالا بگذار بخشه منچه بچی کی همین روی کارم میره یا آدمی ساخت بیوانه نمیرم بگی همه بابا بسم الله تو بکن رحمان گیر بچه گیر شلاب نکن نزن آخه برای چی میزنی؟ استاد بخیرم آدم در وقت خود خری شب کاری بخیر آخه آدم واری خودم نکن یک از نمیفره یک از نمیفره شلاب میکنی چلب نکن بچم دادا جانو درست میگه چلب نکنم دیگه نکن بچم بعد چلب قطعی نخیرم اما دیگه به چلب میشه ما علیکم بگی اینه به چلب
اوتا اوکی اینا چلاب نکردم کو با چی ده زدی مرا اون همون چلاب کردگی او غوطید دریا دم زد زنک جان زنک جان ها لبای میگم همین بوزبالگی ما زور آیم مزه با ما ها مردک میزه بتا ها موی سرم چی موی سرم مزه با موی سر تام خشروی مردک هم خشروی کی میزه بتا مزه با موی سرم گوشم چی گوشم مایده خشروی که گوشاد مای دهک خشروی مردک مایده خشروی شما ها شما خشروی اینه چی تاوکم چی تاوک کرتاق خشروی مردک میزه بتا مزه با ما تاوک ها میزه بتا زنک ها لبای خوشم چی یه خوشات خوشم هم شده، یا؟ خشروی مردک یه عجایبو تای خوشو زنک جان لبای این چشمو ببینی این چشمو میخواد خوشرو بوده چشمو ما مزه با ما ها کو بینی تا ایست که او چشم تام ببینم ای تو پلنگی بینی درست ای تو پلنگی بینی درست بگه جیزک تو پلنگی بینی درست ولی بهتر ای کمپیر اگر نبودی مهر و وفا نبودی کمپیر اگر نبودی خانه و در نبودی کمپیر اگر نبودی خانه و در نبودی بیو السلام علیکم و علیکم السلام بیو باشم سازی تنجی سلامتر خوبه ساز چیگه پاییت با فکرم که تابد خیره یکون گپ شید همین یه نوری جیزک داری کو خیلی جیزه یه نوری جیزی که خیلی چشمان علاق داری کو گوهر مهمگی ها همون نوری تو نشان نمیکنی یا جنگل نمیکنی شا اکر نخوام مصفید نویرش جنجال کنه جنگ کنه چو جنگ کنم شاخی آخی ما این همه کوچه قطی میگذارم ها مرا میبینی کو ها تو پلنگی بینی دراز تو پلنگی بینی دراز میگه خیلی تو پلنگ جو خفه نشو چقدر خفه نمیشیدم علا همو گوهر ما هم دختره که جوانه تو پلنگ جون و ختم بچه حکی جوانی در جوانی هر کار میشوه همو قدیم همو بزرگام هم گفتیان که عورت چنیش مردک بنیش همین مردک بنیش خوش رو میتوه تو پلنگ جون یا ایسی نگاه کده نه کمپیر جون السلام علیکم دیدید تو پلنگ خونه آمده تو پلنگ همو آشی پلو بردار خونه بیار ما قطی تو پلنگ جون خونه میدرایم یا جای آشی پلو بخریم خیلی خونه میریم این وقتی آمدن و شیدن نیامد کجا باشی؟ آمده سر تو پلنگی بینی درازه تو پلنگی بینی دراز حالی بخوافم میلیارد میکنم حالی بهتر بابی مرگن واه تو پلنگ سازی تنجی رحمت بچم همین نویرت ما گفتم که نصیحت کو همین نویرت جیزک تا با همو گپ این همین سر زمین رفته بودم اینو گفتم کم چاو کنم با ما رو دیدم یعنی تو پلنگی بینی دراز تو پلنگ جون این گپا رو مان خانه دو قروتاو کردیم بیا قروتاو میخریم قروتاو؟ ها بابا بر وقتر نمیگی بیا
عزیزم عزیزم السلام علیکم نشناختی؟ نه اخ شروع نگاه کن او هر روز میگذشتم مرا میگفتی کو تو پلنگی نشناختی؟ نه ای دختر او ما یه موقعی تو پلنگی بینی درست